فصل اول. توی فصل اول ما با دو نکته کلیدی در واقع شروع میکنیم. کلید موفقیت پایدار، ماندگار و دائمی، اینکه نتایج ثابت شده، نتایج ماندگار رو شما در بلند مدت بتونی داشته باشی، اینه که سلف ایمیج خودت رو بشناسی، تقویتش کنی. سلف ایمیج چگونه شکل میگیره؟ این تصویر از خود چگونه شکل میگیره؟ تصویر از خود از باورهای شما، از تجربیاتی که شما در گذشته داشتی، از موفقیت و شکست هایی که در گذشته داشتی و این تجربیات و موفقیت و شکست ها معمولا در دوران کودکی هست، تصویر از خود شما رو شکل میده. سلف ایمیج با اعمال و رفتار شما یک هماهنگی و هارمونی داره. نکته کلیدی اینه که شما اگر قصد و اراده‌ای داشته باشی، اگر بخوای متفاوت تر از اون تصویر درونی عمل کنی، این سیستم یک سیستم خودکاره و اجازه نمیده که قصد تو، اراده تو در واقع عملی بشه. اون اعمالی که میخوای انجام بدی باید در مطابقت کامل با سلف ایمیج باشه. اون قصد و اراده تو باید در مطابقت کامل با در واقع با تصویر از خودت باشه. اگر اراده‌ای که داری، اگر هدفی که داری در مخالفت با ذات سلف ایمیج شما هست، شما باید سلف ایمیج خودت رو تغییر بدی، باید سلف ایمیج خودت رو بزرگتر کنی، بهبود بدی تا بتونی اون قصد و اراده که داری رو در واقع پیاده سازی کنی. وگرنه اجازه نمیده که سیستم شما، سیستم مغزی، سیستم ذهنی شما اجازه نمیده که این قصد و اراده شکل بگیره. شاید بزرگترین کشف روانشناسی در قرن اخیر رو میتونیم به همین بحث سلف ایمیج و موضوعی که جراحان پلاستیک بهش رسیدن بدونیم در قرن پیش رو. نکته بعدی، نکته دوم اینه که ما میتونیم این سلف ایمیج رو تغییر بدیم، چنجش کنیم. از چه طریقی؟ از این طریق که توجه خودمون رو از بیرون معطوف کنیم به درون. چه اتفاقاتی در درون ما، درون ذهن ما، درون این سر ما میگذره، چه افکاری ما داریم، چه باورهایی داریم. اینها اتفاقاتی است که باید بهش دقت بشه، باید بهش توجه بشه اگر ما میخوایم این سلف ایمیج تغییر کنه. در نهایت رازی که ما برای شادی میتونیم داشته باشیم، برای یک زندگی که کافی باشه برای ما، اینه که ما باید یک سلف ایمیج واقعی، حقیقی از خودمون داشته باشیم که این سلف ایمیج به علاوه کافی بودن تشکیل میده یک زندگی ساده، یک زندگی در واقع روتین، یک شادی در واقع واقعی، یک شادی دائمی، نه یک شادی زودگذر که حالا مثلا چند حالا ساعت حالت خوب باشه. واقعا یک شادی عمیق رو میتونی با یک ریل سلف ایمیج و افیشینت سلف ایمیج شما بهش برسی. از اون ور باید با نقاط ضعف، نقاط قوتت آشنا باشی، آگاه باشی و همینطور باید بدونی دلیل اعتماد به نفست که کجا بالای کجا پایینه چیه. ممکنه یک زخمی برای یک شخصی که یک فرمانده جنگی بوده اعتماد به نفس و اعتبار براش به همراه بیاره، از اونور برای یک شخصی که مثلا آقا مدل یا فروشنده که جایی که با زیبایی طرفه، اگر این اتفاق واسش مثلا به خاطر یک تصادف بیفته و یک زخمی روی صورتش باشه، میتونه حتی اعتماد به نفسش رو از بین ببره. پس این خیلی مهمه که اون اتفاق به چه صورت روی اعتماد به نفس شما، روی عزت نفسی شما تأثیر مثبت گذاشته یا تأثیر منفی. در نهایت در پایان این فصل ما با علم سایبرنتیک آشنا میشیم. علم سایبرنتیک علمی هست که سیستم هدایت کننده موشک‌ها، کامپیوترها، برنامه‌های کامپیوتری رو عملاً تشکیل میده. اون مغز و هسته اصلی یک برنامه کامپیوتری رو در واقع سایبرنتیک جلو میبره. ما میتونیم از این علم برای کامپیوترها و همینطور موشک‌ها استفاده کنیم و یک در واقع برنامه خارجی باشه. همینطور میتونیم این رو در درون خودمون، در واقع سیستم ذهنی خودمون رانش کنیم. عملا سایبرنتیک مایند نیست، ذهن نیست، یک مکانیزم هدفجویه،
یک مکانیزم هدفجو ترکیب شده از brain، nervous system and mind، یعنی مغز، سیستم عصبی و ذهن، که مغز و سیستم عصبی همون مکانیزم هدفگرای یا هدفجوی شماست که توسط ذهن عملا یا اون آگاهی شما داره هدایت میشه، داره کنترل میشه، داره بهش جهت داده میشه. سیستم ذهنی شما بسیار پیشرفته تر از سیستم های حالا جنگی مثل موشک ها و یا کامپیوترها داره عمل میکنه. این مکانیزم بسیار پیشرفته تر و دقیق تره. نکته که هست، برای اینکه ما یک سیستم سایبرنتیک کامل داشته باشیم باید اهداف خاصی داشته باشیم، اهداف مشخص، اهداف دقیق و واضح باید داشته باشیم. ما ورودی هایی رو داریم که بر اساس اونها رفتار میکنیم. این ورودی ها برای کامپیوترها میشه اون داده هایی که در واقع بهش داده میشه، اون فرمول ها و کد هایی که بهش داده میشه. اینجا میشه سیستم در واقع باورهای شما، سیستم تفکرات شما، سیستم عقاید و اعتقادات شما. اینها ورودی هایی هست که میتونه سایبرنتیک شما رو شکل بده. در نهایت پلن ما اینه که مکانیزم هدفجوی ما رو به موفقیت برسونه و نه به شکست. برای اینکه ما به موفقیت برسیم باید این راه رو از این طریق بریم. یک تجربه خیلی راحته، ما یک سری عادت‌های جدیدی رو ایجاد می‌کنیم، یک سری تجربیات جدیدی رو ایجاد می‌کنیم، یک سری تجسم‌های خلاقی رو داریم و در نهایت یک سری تمرین‌ها رو انجام میدیم. اگر شما میتونید تصور کنی خاطره در گذشته رو، حتی خاطره که مثل اینکه اولین بار شما چجوری بند کفشتو بستی، چه حسی داشتی، چه احساسی داشتی، همین اگر در شما وجود داره، شما میتونی از این پلن، از این برنامه، از این کتاب، از این اطلاعات و از این دیتا استفاده کنی و به راحتی سیستم هدفجو و مکانیزم هدفجوی خودت رو برای موفقیت طراحی کنی. در پایان، اگر علاقمند به یادگیری هستی، اگر علاقمند به یادگیری یک سیستم جامع برای مهارت یادگیری هستی، میتونی توی جلسات خصوصی، توی دوره‌های خصوصی که این مطالب رو من آموزش میدم شرکت کنی. برای اینکه توی از اطلاعات این دوره آگاه بشی میتونی از طریق پیام خصوصی و یا توی کامنت های همین ویدیو برام کامنت بذاری. جلسه خصوصی تا اطلاعات بیشتر رو برات از طریق تلگرام ارسال کنم.